کتاب فروشی سابقه خیلی دیرینه تری داره، یعنی حتی اگر که برگردیم به ادبیات خودمون می‌بینیم که بسیاری از این نویسندگان ما، مثلا با مثال تو سفرنامه ناصر خسرو شما این موضوع در میابید که خب ناصر خسرو در این حال که خب نویسنده بوده و راهی هم میکرده، یعنی استنساخ میکرده کتاب‌ها رو و صحافی میکرده، تصویرگری میدونسته و اینو توی همون سفرنامه‌اش که 7 سال هم به طول انجامید چند باری اونجا مطرح میشه که وقتی پولش تمام میشه سعی میکنه که کتاباشو بفروشه تا بتونه گذران بکنه، زندگیشو بگذرونه و 3 بار 4 بار در واقع از این قضیه یاد میکنه. توی کتابی که زندیات ایرج افشار به مناسبت یادبود فرزندش بابک، دو جلد کتاب هست که فکر میکنم کتابای بسیار بسیار با ارزشی هستن. این 2 جلد متاسفانه چاپش تمام شده و اون زمانم که اینا منتشر شد مطالب بسیار بسیار ارزنده‌ای راجع به کتاب و کتاب فروشی در این 2 کتاب هست. یکی از اونا این هست که یک مقاله‌ای هست اونجا که من این مقاله رو که دیدم خیلی برام جالب بود. دانشمندان کتاب فروش که برای اینکه بتونن شغل کتاب فروشی رو ترویج بکنن در تبریز چند نفری این روایت از سوی تقی‌زاده این روایت میکنه که چند نفری از جمله اعتصام الملک پدر پروین اعتصامی اینها مبادرت به کتاب فروشی میکنن که اسم اون کتاب فروشی هم میشه تربیت، که تا سالها بعدم این کتاب فروشی دائم در تبریز. در رابطه با کتاب فروشی مجموعه جهان در واقع با این پدیده جدید مواجهند، یعنی این گرایش به اینترنت و فضای مجازی و تو خیلی از جاها این به عنوان یه معضل اجتماعی داره بررسی میشه و جالبه چیزی که همونجا ایجاد شده برای اینترنت، این فضای مجازی، همه اینا به هر حال در غرب شکل گرفته و الان در حال اونا دارن چاره‌جویی میکنن با عمدتاً کتاب‌ها و مقالات، سخنرانی‌ها، گردهمایی‌ها، حتی کنگره‌هایی رو تشکیل میدن برای اینکه بتوانند با این پدیده مقابله بکنن و بتوانند به نوعی کتابخوانی رو حفظ بکنن، چون روی این دستگاه‌ها و غیر و ذالک الان تشکیلاتی که کتاب فروشان در عرصه بین‌المللی دارن چیزی همپای تشکیلات اتحادیه ناشران، اتحادیه بین‌المللی ناشران، فدراسیون اروپایی و بین‌المللی ناشران هر ساله الان چند تا کنفرانس برگزار میکنن، کتاب فروشان رو از بخش‌های مختلف دنیا اینا رو دعوت میکنن و اونجا چاره‌جویی میکنن و اتفاقا نتایج این بررسی‌ها رو منتشر میکنن و هر شود خدمت شما که این حرکت‌هایی که داره انجام میشه یا اینکه مثلا فرض کنید که در انگلیس جریاناتی به ویژه نویسندگان که بخش فعال این جنبش هستن، اونها به مناسبت‌های مختلف برنامه‌هایی رو تشکیل میدن، سخنرانی میکنن، اینکه خصوصا از کتاب فروشیان مراقبت بکنیم و در واقع تفسیری که دارن از این موضوع اینه که کتاب فروشی‌ها مجاری تنفسی جامعه هستند و بنابراین ما اگر کتاب فروشی اگر که نداشته باشیم یا اگر بسته بشن در واقع مجاری تنفسی شهر رو مسدود کردیم. ما بعد از انقلاب فکر میکنم که در ایران درست مسیر عکس رفتیم، به ویژه با صدور پروانه نشر که خب یه چیز در خودش ابداع جدیدی بود که برخلاف رویه‌ای که در گذشته وجود داشت. ناشرها در واقع یکی یکی رفتن پروانه گرفتن و یه چیزی شبیه جواز کاسبیه که الان
نزدیک به 24-25 هزار پروانه نشر صادر شده که از این تعداد یه چیزی حدود 5,000 تا طبق آمار خانه کتاب در سال حداقل یک کتاب رو چاپ میکنن. یعنی معنی و مفهومش اینه که 20,000 تا چاپ نمیکنن، این اصلا یه دونه کتاب هم چاپ نمیکنن، ولی مزایای در واقع قانونگذار برای اینا در نظر گرفته، اینکه در مکان مسکونی بتونن فعالیت بکنن، اینکه از تعرفه‌های ترجیحی آب و برق و گاز و اینا بتونن استفاده بکنن، مالیات معاف باشن و حتی دیده شده که مثلا با پروانه نشر نمیدونم صرافی میکنن توی محل دفترشون. ولی از این طرف کتاب فروشی رو یک شغل تجاری قلمداد کردن و درست مثل مشاغل دیگه، یعنی تو کنار خیابون خب اگر که یه فرش فروشی، یه جواهر فروشی، یه صرافی، یه رستوران، بغلش هم یه کتاب فروشی باشه، مجموعاً هزینه‌هایی رو که اینا متحمل میشن یکسانه، ولی خب درآمدها واقعاً قابل قیاس با هم دیگه نیست. اتفاق دیگری که فکر می‌کنم که ضربه خیلی بزرگتری زد به کتاب فروشان، یعنی در واقع کتاب فروشان نتوانستن رقابت بکنن، این بود که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از سال 1366 شروع به کار کرد، عرضه مستقیم کتاب توسط ناشران باب شد در اونجا و به کمک سوبسیدی که دولت میداد مراجعین میتونستن کتاب رو تقریباً با 50% تخفیف، چیزی که کتاب فروشان میگرفتن برای حق فروش کتاب یه چیزی هولوش 25% به طور متوسط 25% بود و خب این امکان رقابت رو از کتاب فروشی‌ها سلب میکرد با این بازار جدیدی که کم کم به مرور شد منبع اصلی تامین کتاب برای متقاضیان کتاب، یعنی حتی به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی که خب برای تجهیز کتابخانه‌هاشون ناگزیر بودن کتاب بخرن، اینها هم توی تقویمشون تعریف کرده بودن که در این زمانی که نمایشگاه برگزار میشه به نمایشگاه مراجعه بکنن و کتاب‌های مورد نیازشون از اونجا بخرن، ولی اینکه تقریباً یه چیزی که 50% میتونستن صرفه‌جویی بکنن و این قضیه خب طبیعتاً باعث شد که تعداد زیادی کتاب فروشی تعطیل شد. من 2 تا سند دیدم که توی کتابخانه ملی نگهداری میشه، یکیش در واقع آمار کتاب فروشی های استان‌های مختلف ایران هست در سال 1301. من اتفاقاً چون این موضوع این جلسه امشب هم مطرح بود، استان گیلان رو وقتی من بررسی کردم، در استان گیلان 121 کتاب 5 کتاب فروشی در شهر رشت در سال 1301 مشغول به کار بودند و یه سند دیگری که مربوط به سال 1317 بود، این تعداد در استان گیلان رسیده بود به 121 کتاب فروشی، در شهر رشت 54 تا که البته خب آقای نیکویه فرمودن که خب بسیاری از اینا لوازم تحریر می‌فروشن، این درسته، ولی به هر حال تعداد کتاب فروشی‌هایی هم که کتاب عمومی در واقع عرضه می‌کردن تعدادش خیلی بیشتر بوده به نسبت الان. من تصور می‌کنم که قابل قیاس نیست این قضیه و مجموعه این عوامل به شدت مؤثر بود در اینکه کتاب فروشی مرتباً مثل یخ جلوی آفتاب آب بشه، یعنی امکان خودش رو برای بقا از دست بده. ما تعداد زیادی کتاب فروشی در تهران داشتیم، به خصوص کتاب فروشی‌های کوچک و مستقل، اینها در واقع امکان بقا رو از دست دادن و نتونستن ادامه بدن. ولی به جای اینا الان در شهر تهران هم اینطوریه که خب توی این به قول معروف میگن توی مال‌ها و توی شبکه کتاب فروشی‌های زنجیره‌ای و اینا، یعنی امکانات مالی اومده پشت کتاب فروشی که معمولاً کتاب فروشی‌های کوچک اینا رو ندارن. یه اتفاقی که افتاد، فکر می‌کنم که چون همه اهل کتابن در شهر رشت هم شاهد این ماجرا بودن، یه طرحی توی دولت قبل در ارشاد در واقع
با همکاری اتحادیه مطرح شد و اجرا شد و اون طرح در واقع فروش فصلی بود، یعنی بخشی از یارانه‌ای رو که تحت عنوان سوبسید به خریداران کتاب توی نمایشگاه میدادن این رو منتقل کردن که بخشی از کتاب‌های، یعنی بخشی از مبلغ کتاب‌هایی رو که متقاضیان خریداران از کتاب فروشیان می‌خرن اینا رو ارشاد پرداخت کنن. اگر خاطرتون باشه 20% اون موقع اینجوری بود که ارشاد می‌داد و خود همین قضیه این مقدار کمک کرد اصلا روند تعطیلی کتاب فروشی‌ها کمتر شد، یعنی واقعاً سرعتش کاسته شد. به هر حال یه مجموعه سیاست‌هایی باید اتخاذ بشه که اینا حتی تو خود اتحادیه ناشران یه شعارهایی رو چاپ کرده بودن که اینا رو به کتاب فروشی‌ها توضیح کردن که از کتاب فروشی محله خود حمایت کنیم، نمیدونم محل فروش کتاب فروشی است نه نمایشگاه و غیر و یا شعارهایی از این قبیل که در واقع اینا همه در رابطه با حمایت و تقویت از کتاب فروشی. من فکر می‌کنم که به هر حال جبر زمانه به این صورت است که خب همه به خصوص نسل جدید، حالا ما این مقدار قدیمی‌تر هستیم، شاید عادت‌هامون فرق می‌کنه، خیلی دشواره برامون که بتونیم توی کامپیوتر و غیر حوزه‌ای کتاب بخونیم، ولی خب الان نسل کوچیک اینجوری دارن بار میاد، نسل کسایی که تازه رفتن دبستان و اینا با این دستگاه‌ها مشغولن و میگن، در حالی که خب کسانی که سن بالاتری دارن در واقع با این مشکل مواجهن که اون چیزی که توی کامپیوتر میخونن واقعا به خاطرشون نمیمونه، این حافظه‌شون اونا رو ثبت نمیکنه، ولی وقتی روی کاغذ میخونن این اون نوع خوندن در واقع خب کمک میکنه این تو خاطر اینا میمونه. به هر حال یه مجموعه مسائلی تو این چیزا هست که من مطمئنم که برای این قضیه چون بالاخره معنویت، طلب دانش، به دست آوردنش، همه اینا موضوعاتی هستن که در غرب در واقع الان کتاب‌های زیادی نوشته شده برای اینکه چاره‌جویی بکنن برای این موضوع که خلاصه این وضعیتی که الان حاکمه در جهان که میگن الان جهان مثل یه اقیانوس کم عمقه، یعنی اطلاعات خیلی فراوان ولی فهم بسیار اندک. ببخشید که سرتون در بردم.